خب برای بعد اومدم یه دونه طلا رو نگاه کنم. یه میکروفون آوردم گفتم با شما هم شیرش کنم. تایم فریم دیلیه، یه نگاه کلی داشته باشید که چه خبره. من اینم بندازم پایین. تو نگاه کلی کاری نداریم که حالا اینا چیه، احتمالا یک بی باشه که یه کاری هم بهش واسه داشته باشیم. تا 1.6 رفته، میتونه بیشتر هم بره. 1.6 هم 2.800 بوده. خب پس این یا یه بیه کل این قضیه بالا رفتن، یا یه ترند جدیده و این X بوده که خود X هم شده WXY. اومدیم بالا یک A، یه B مثلث، یه C ترکیبی، یه D مثلث که اینجا تموم شده. فقط چرا این لیبل خورده؟ اوکی. بعد رفتیم بالا یک دیمتریک. توی این دیمتریکه که از اینجا شروع شده A B C D E F G هستیم و شاید قشنگ بشه این رو هم بدونید که اگر ما میخوایم یه مثلثی بگیریم، این مثلث رو من اینجا لیبل زدم مثلث خنثی هست. پایانش هم اینجاست، درست؟ سر 75 یه ریاکت خوشگل، سر 1 و 2 یه ریاکت دیگر خوشگل، سر 1 و 6 هم به همین ترتیب ریاکت خوشگلی داده. پس این مثلث واسه من تایید هم شده. از اینجا بالا رفتنمون A B C D E و بریم تایم فریم پایین تر. من خودم کنم چند وقتی هست نگاش نکردم پایین تر رو به این ژانر. البته از اینجا دوباره بشورم. اوکی، زیگ رفتیم بالا، پسا دادیم، مثلث ریختیم، ترکیبی رفتیم بالا، فلت ریختیم، A B C زیگ کشیده رفتیم بالا که جا داره من کانال کشیش رو همین الان درست کنم. برای کانال کشی زیگ ها صفر B به هم دیگه وصل میشه و همون امتداد پیدا میکنه از A به بالا. اگر کانال کشی زیگزاگت روی C، روی اون خط کانال کشی موازی تموم شد، شما یحتمل X خواهی داشت. یحتمل. اوکی، میریم جلوتر. C تموم شده، E دیمتریک هم تموم شده. کانال کشی B و D این شد. کانال کشی D و F باید کم کم به این خط می برخوردید. چرا بچه‌ها دقت کنید؟ ما میگیم کانال کشی های دیمتریک ها انقباضی انبساطی باشه، انبساطی انقباضی باشه، خنثی انبساطی باشه، خنثی انقباضی باشه. هر چه باشه دو فاز کانال کشی با هم متفاوت باشه. وقتی اینجا این فاز و این فاز انقباضی شدن، فاز دوم حتما باید مینیمم موازی شود و اینجا اومده این رو تاچ کرده و بعد رفته. پس ما میفهمیم پایان افمون هیچ جوره اینجا نیست، اینجا، چون اصلا کانال کشی مینیمم موازی رو پاس نکرده. پس F یا اینجا تموم شده یا هنوز F تموم نشده. یه نگاه کلی داشته باشیم. من قلقه کارم اینطوریه که کوچکترین لگو میگیرم یقش میکنم به اصطلاح. آیا کوچکترین لگ من در دیمتریک این است یا این است؟ این است. پس این رو به عنوان کوچکترین لگ میگیرم، میارم میگم آقا این اف باید با این یه تناسب اندامی داشته باشه دیگه. اگر اینجا تموم شده باشه خیلی تناسب داره. اگر ولی هنوز تو اف باشیم چطور؟ اگر هنوز تو اف باشیم، من مثلا اینو بگیرم آقا اف یه A و یک B رفته بالا، این مشکل درجه پیدا میکنه. پس چند تا گام اومدم جلو، کوچکترین لگ دیمتریک رو یقه کردم، آوردم جلوتر، گفتم آقا این کوچکترین لگ دیمتریک من با B از نگاه لگ دی دیمتریک من با B از این مشکل نداره، با C از این نداره، با چه میدونم خود C نداره، با خود A نداره. میخوام بیارمش تو F. وقتی میارمش تو F
میبینم F چیه؟ F یاد اینجا تموم شده، اینجا که نمیتونست تموم شده باشه. اوکی، اینجا نمیتونست تمام بشه چون موازی بودم با کانال کشی دیامتریک رو باز نکرده بود. پس یا این کف تموم شده یا هنوز توی Fیم. اگر هنوز توی F باشیم خود F چه خواهد بود؟ یک A خواهد بود، یه B که کلا رفته بالا و الان یه C بزنه دیگه. این B که کلا رفته بالا رو من مشکل درجه میبینم. یعنی اگر کل این قضیه از کف تا این بالا فقط B از F باشه، دقت کن اینجا رو لیبل بزنم، فراموش نکن. اگر فقط B از F باشه و F مثلا بخواد اینجا تموم بشه، این مشکل درجه داره. خود B از F بزرگتر از D دیامتریکه، پس B نمیتونه از این کف تا الان باشه. حالا شاید B از اینجا باشه. من قبلا چی شمردم؟ گفتم آقا اینو یه W میگیرم، از کف شروع میکنم، من میام این رو یه دونه دیامتریک بگیرم، این یه دونه W X Y بگیرم، این رو سخت شد. اینجا نمیدونم چی زدم، یا تا این پایین تر راهنمایی میکنه یا باید دوباره بزنیم برای بچه. نگاه یه لیبل دیامتریک هم اینجا میبینم. پس من اینجا یه دونه مثلث تموم کردم، اینجا اومدم یه ABCDFG رفتم بالا که پسا هم داده. و چه شده؟ نه، اینو باید دوباره بزنم. یه بخشش یا حذف شده یا نیست. اوکی، من رو بیایم از یه جور دیگه به عنوان مشکل درجه بررسیش کنیم. بچه‌ها ما فهمیدیم، ای کاش میتونستم با دست بهتون راحت‌تر نشون بدم، ما فهمیدیم کل این قضیه نمیتونه B از F باشه به دلیل مشکل درجه‌ای که خواهد داشت. یه طور دیگه بسنجیم. این A ماست، این A اینجا که مشکل درجه ایجاد کنه. F ما تموم شده، هیچ جوره نمیشود در F بود. یه دور نسبت B و A از F رو هم ببینیم. واقعا روی 1.6 مونده و خوبه، خیلی خوبه. لعنتی چی کار میتونم بکنم که F رو باز ادامه بدم؟ باید بگم F نه تنها بخشیزه شده، بلکه این بخشیزگیش نه تنها از این پایین نمیتونه باشه، یعنی از این پایین نمیتونه باشه A کلن تو B، بلکه باید مثلا باشه جوره نمیتونه ادامه پیدا کنه. من چه ساختاری واسه اشکالم روی اینه. شما هم با من فکر کنید، فکر کن دوشنبه اصلا مارکت بریزه، این چه ساختاری داره که یک سره هم هست؟ یک سره هم هست، قاعدتا فقط به ABC زیگ میخوره از لحاظ روخ کار. پس من میام سریعا یه ABC زیگ نسبت میندازم، میگم به فرض بگیر این ایته، کل این بیته و اینم شده سیت. پس سیکسایی هم که نیستی. ماکس تایم C مساوی A و علاوه B رو رد کردی، نسبت ماکس A رو رد کردی که 1.6. ای B نه، اوکی. من اینو فلت گرفتم، از اینجا تا اینجا رو، آره دیگه A و B دیامتریک و C ترمینال. اینو فلت گرفتم
که خود این فلت یه بی واسه اینه، یه ایکس، اینم یه ایکس گرفتم. اینم یه ایکس گرفتم عزیزان. پس شده WXY اینجا تموم شده. در واقع اینطوریش کنم. اوکی یه لیبل هم براتون بزنم. W X و Y به عنوان A که از پایین شروع شده، B که WXY، C که رفته بالا. فکر کنم چک کردم تایمش موردی ندارد. فکر کنم این به عنوان A من مورد دارد. اوکی چندین شدیم؟ من هر کاری میکنم تو ذهنم فرم مثلثی میاد که هنوز تو C باشیم. آخه تو ذهنم میاد که یه A رفتیم بالا، دقت کن، یه A رفتیم بالا، یه B ریختیم، نه یه B تا اینجا مثلا ریختیم که خود این B از A B C D و E. حالا بایستا این A و C فرضی رو چک بکنم. 1 و 2 لعنتی احتمالا اینه عزیزان. فقط مسئله دیگری که پیش میاد اینه که اگر ما کل این رو یک C بگیریم، کل این مستطیل، خب این که ببخشید یک B بگیریم، فکر کنم درست گفتم البته، یه B بگیریم، خب این که با این مشکل درجه به وجود میاد. ما کوچکترین بخش دیامتریکمون اینه دیگه، ما کوچکترین بخش دیامتریکمون اینه و این وقتی میاد یه فلته که وقتی میاد اینجا مشکل درجه داره. یعنی در واقع هیچ B نباید از F بیشتر از این محدوده پیش میرفت که طلا رفت. پس ما نمیتونیم اینو یه تیکه از اینجا تا اون بالا فقط یه B از F بگیریم. از طرف این هم به طور تنها نمیتونیم F بگیریم. از طرف دیگری نمیتونیم F رو هم یک W X Y بگیریم. چرا نمیتونیم؟ چون X اومده 61.8 W رو گرفته. چه کنیم؟ این F تو طلا کجاست و چطور تموم شده؟ من پاوز میزنم یه ذره باید فکر کنم. شما هم ببینید چه میکنید. خب آقا، من بعد از تفکر زیاد به این فکر رسیدم که این نباید با این مشکل درجه داشته باشه، از این باب که بخشی از F که از این کف ما تا اون سقف در نظرش میگرفتیم به عنوان این مستطیل
طلایی نباید بزرگتر از این مستطیل 2x باشه. اوکی. حال پس f یا اینجا تموم شده یا اینجا تموم شده یا یه جایی با ماکسیموم این زمان تموم شده. پس f هیچ جوره نمیتونه تا این بالا کش اومده باشه. پس ما لیبل f رو بلا شک میذاریم توی این مستطیل. حال من تا یه جایی پیش رفتم، گفتم هر کاری بکنم این یه لگ بالا رفته، این لگ پایین اومده و اینجا هم تموم نشده، اینجا تموم شده. پس یه لگ حتما اینه. یه لگ هم حتما اینه. یحتمل بیایم تستش کنیم. ماکس تایم رد میکنه. میخواستم بگم A B کل این C. یه جور دیگه باید تستش کنم که الان بهتون میگم دارم چی تو ذهنم میپرورونم. خب اوکی، ما اگر از اینجا بگیریم داده نشده داده نشده داده نشده هیچ جا. میدونی چرا این کاری کردم؟ این مستطیل این بود. میگم اگر قراره تا جای دیامتریک در بیاد حتما باید پسای این رو که بده و این دیامتری که میخواد از این بالا تا این پایین کش بیاد که یه جایی هست که من نمیدونم کجاست، باید پسای این لگ رو بده و میبینم اینجا حرکات ها اصلا به این اندازه شارپ نی. پس چه؟ WXY اینو به دست آوردم، میریم بالا A B C پایین D E. X نمیتونم بگیرم، این رو X نمیتونم بگیرم، این رو X میگرفتم تمام بود، خلاص بودم. دارم فکر میکنم این ویدیو رو اگر بذارم یوتیوب و شیر کنم چند تاتون تا الان به چند سناریو رسیدیم و دوست داریم بهم بگین. بگذاریم عزیزان، یه دور دیگه زوم اوت. یه دیامتریک ریختیم، شکی توش نیست. حتی اگر دیامتریک نباشه و استارتش اینجا باشه و A B C X A B C هم باشه، باز پایینش اینجاست. پس از اینجا ما یه چیزی داریم میریم بالا. این بالا رفتنه باید بخشی از F باشه، باید بخشی از F باشه، چون F اینجا نمیتونه تمام بشه به دلایلی که اول ویدیو گفتیم. این بالا رفتنه بالا رفته اومده پایین. یه بخشیشو من جدا کردم، WXY گرفتم که WZ بود، X چیزی بود و Y فلت بود. رفتیم بالا، باز هم WXY میبینم. رفتیم بالا، باز هم WXY میبینم. پس اندینگ اینجا معتبر، اندینگ اینجا معتبر و اندینگ اینجا هم معتبر و همینطور اینجا. 4 تا موج دارم. موج اول بزرگتر از موج سوم، هم زمانی هم قیمتی. موج دوم خیلی توپل. چه باید بکنم؟ اگر بخوام از اینجا بشمرم A B C که هیچی نیست چون تایمش و قیمتش کمتر از A و گرفتار میشه. اگر بخوام از اینجا بشمرم میگم A توپل، B کم تایم، پس به 100% B A هم گرفته، پس با دیامتریک طرفم.
پس با دیمتریک طرفم که این C شه، این D شه، این F شه، این G شه و یک کانال کشی مسخره داره. اگر این حرکت رو بزنم چه؟ میگم آقا این یه دونه ABCه که X خورده یا نه یه دونه WXY که پسا داده اینجا و رفته A و B و C و D و E و F و G بالا A B C D و E. بازم به نتیجه نمیرسه. میدونی خیلی راحتی مستطیل و خیلی ها میگیرن ABC و تمومش میکنن ها، ولی نیست دیگه. میدونی ABC نیست. بازم باید فکر کنم. با این سناریو پیش بریم بچه. A اومدیم بالا 1 2 3 4 5 کشیده، پسای 5 کشیده W X Y که فلته و 1 2 3 4 5 که رفتیم بالا. 1 2 3 4 5 که رفتیم بالا که اینطوریه 1 2 3 4 و 5 کشیده ای که ترمینال شده. ببخشید 1 2 3 نه بازم ایراد داره. بازم ایراد داره. تازه من میخواستم اینجا یه استثناء هم بزنم، بیارم استارت از اینجا شروع کنم که بازم تایمش نمیکشه، یعنی هر جا رو من بگیرم یه ایرادی داره. با اینم نمیتونم برم. خیلی راحت اینو ABC میگرفتم. اینم خودشو یه C، اینو A میگرفتم، کل اینو B میگرفتم، اینم C میگرفتم، یه DOE هم اینجا تموم. اگر نسبت بهم درست بده من استثنا میزنم. دقت داشته باش، میخوام یه همچین حرکتی بزنم. میخوام بگم A شروع شد، C هم اینجاست، این بالا هم B'ه، یه جایی هم واسه D پیدا کنم، اینو بزنم بهش. پس میام چیکار میکنم؟ میگم این A منه. اینم سیمه، میبینی تا نیم A اومده. یه ای از مثلث کجا تموم شده باشه که 75ش ریاکت خوبی باشه؟ نگاه کن، اگر یه اینجا باشه رو این کف، 75ش بدی نبوده، میام اینجا 75ش بدی نبوده، میام اینجا نه، از این طریف جایی نمیرسم. یه ای ریختم دیمتریک، یه بی رفتم بالا زیگزاگ، یه سی ریختم مثلث، یه دی میخوام برم بالا A و B C و D E F G بعد E. عجیبا غریبا، یعنی این باید اینطوری بشه.
تناوب بیودی چک میکنم با این بی منه. دی از اینجا شروع شده اینجا تمام بشه، هیچ تناوبی نداره، هیچ. غلط. دی باید حتما پایین تر تمام شده باشه. خود ساختار دی رو چی میابم؟ میگم یه A از دی رفته بالا، یه B ازش ریخته که 61.8 گرفته، تایم هم گرفته، یه C رفته که 1 و 2، یه E رفته که 1. پس من اگر کل این رو یک مثلث بگیرم، فلت که نیست، نه این A باشه، این C باشه. هست شت هست فلته. این A، این B، این B در واقع چیزی که الان کشیدم، این A، و این هم C. C که تایم A رو گرفته، زیگزاگ ترمینال هم هست، ترمینال 1 یا 3 کشیده. B هم 61.8 A رو گرفته، تایمش بیشتر از A. پس نکنه که این کلا فلته. چطور این به ذهنم نرسید؟ البته اول میخواستم خیلی دقیق پیش برم، الان قبول دارید که با یه استثناء تو این بچه‌ها حواستون به این قضیه باشه. استثناءمون هم اینه که الان بهتون میگم چیه. استثناءمون هم اینه که داخل این سی ترمینال 5 موجی واسه این ABC زیگزاگ که توی B هست، ما 5 موجی جالبی در نیاوردیم و تایمش هم ذره ایراد داره، یعنی C تایم A رو پر نکرده. این رو استثناء زدیم واسه این سقف طرفای اواخر دسامبر. بله اینو فلت بگیر. این رو فلت بگیریم و F رو اینجا پایان. بسیار عالی. A ریختیم، B زیگزاگ رفتیم بالا، C ریختیم که شد F دیمتریکمون. اوکی. و ما اینجا لیبل ABC هم میزنیم. این A، این B و این C. شعر کوچک. روشن میکروفون. بسیار عالی. حالا جالبیش میدونی چیه؟ چرا یه لحظه من گفتم فلته؟ اینو من دیدم. نگاه کن، ترمینال دیگه باید تو تایم کمتر از ترمینال اندازه ترمینال برگردی یا 80%شو فیکس. نگاه تو تایم کمتر اومده کارشو کرده و خوشگل، خیلی خوشگل. ABC میریم بالا، یه X خوردیم، میریم بالا، یه گام ماژور رفتیم تو، پس یه دونه بک میزنیم.
دقت کردید نیم ساعت طول کشید تا منی که اینجا دارم موج میزنم بفهمم این اف چیه و با رد کردن همه موارد خیلی شاید راحت‌تر میتونستی بگی اف چیه، ولی ما رفتیم و فهمیدیم چرا استثنا زدیم. مشکل درجه هم نداره چون کل اف اندازه دی شده. پس این سناریو باطله. اف یه فلت شده، بیش یه زیگزاگ شده. اینا رو هم ور میدارم، چارت خلوت شه. همه تایم و مایم و فلانش هم چک کردیم، تمام. اف شد یه دونه فلت. بریم جلو. اف شد یه دونه فلت. میریم جلو. از کف میشمارم تو تایم فریم 1 ساعته. من بذار اینا رو هم بندازم 4H که اذیتم نکنن. اینو بذار بمونه باش صحبت داریم. من اف رفتم تموم کرده دیدم و از اینجا شمردم. صدای چی بود؟ و از اینجا شمردم یه A B C زیگزاگ رفتم بالا X گرفتم. یه A B C A بیش که بیش اینجاست تموم شده و جاری هم تموم شده زیگزاگ گرفتم و باز X گرفتم. X اول و دوم را اگر با هم مقایسه کنم خیلی خوشگلم. اما بعد ماجرا اگر ABC اولم که زیگزاگه با ABC دومم مقایسه کنم زیاد زیبا نیستن. خیلی کوچیک‌تره. ایراد داره. ABC اول رو قبول دارم به عنوان ترکیبی، پس یه آبشار میرم. میگم 61-78 بالای ترکیبی اول خوبه که تموم شده. آیا داره یه ایکس دیگه میزنه؟ یا میخواد بره تو یک بی؟ اینو پاک میکنم، اینجا W میذارم، اینجا X میذارم. حالا فعلا یه ایگرگ هم ول میدم اینجا. یه لول هم ماژورش میکنم که تشخیص بدید. آیا تو ایگرگیم یا تو پساییم یا چیم؟ ABC اول تموم شد. 1 2 3 4 5 تو خوشگل پسای مثلث داد رفت بالا. یه A رفتیم بالا عزیزان دل. از اینجا داریم میشوریم. یه رفتیم بالا زیر کوتاه بی ریختیم. بی تایمش کمتر از A، تایم بیشتری، تایم کمتری گرفته، قیمت بیشتری از 61 کاش پس تایمتریک فرض مونه. A رفتیم بالا B، C رفتیم بالا D، E رفتیم بالا F، یه G نه. چرا نه؟ C تایمش کمتر از A، پس راهکاری نیست جز اینو بگیریم A و این رو بگیریم W X Y. پس B اینجا تموم شد. C رفتیم بالا، تایمش بیشتره یا نه؟ بسیار عالی. A B C رفتیم بالا، D ریختیم. من اینا رو تر و تمیز کنم. C رفتیم بالا، D ریختیم. همپوشان نیستن. سخت شد. بازم سخت شد.
اگر x خودش یک جاری باشد چه؟ چون این مثلث به دلم داره نمیشینه. این چه مثلثیه؟ a بعد بیش انقدر کوچولو. این استارت اینجاست، استارت اینجا. ای بابا اونو چی کار داری؟ استارت اینجا هاست و نکنه این اینطوریه. بسته ببینم. یعنی یه WXY شده خود X و اون هم WXY بزرگ. این W شه که من دارم فیبای 2 نقطه‌ای میندازم. اینم X بزرگشه که از 2 بالاتر نرفته. اینم Y شه و در واقع از اینجا استارتمه. پس میشم A B C. بازم هم پوشان نیست، ولی یه ABC 1 2 3 4 5 این تو میبینم. پس این باشه A هم، این باشه B هم. خب بریم جلو. این باشه A هم کلا. میام یه دفعه جلو میندازم خودمو، میگم B تایمت کمتر از A. سقف A هم زده، پس مثلث نیست. C نباید تو. او وایسا. ببین چی یافتم، چک کن. میگم این A همه، این B کوچولومه. مشکل درجه پیدا کردی بهم بگو. ندارد. میارمش اینجا میذارم ببینم دارد یا ندارد. این سیمه، این ایه. این اف همه. الانم دارم میرم تو جی. این جیه چی شده؟ واسه دور دیگه چک کنم. نسبت بندازم. سی اومده 1، ای اومده 61، جی اومده بسیار ریسکی. اولین گام باید بدونم F اینجا تموم شده یا اینجا. میام بی کوچولو رو میندازم، میگم نمیدونم. برم یه تایم فریم پایین تر یا خیر باید برم دیگه. اینجا بهم نشونت نده. این F چیه؟ F چقدر منو یاد F دایمتریک بزرگه میندازه. خب F چی میتونه باشه؟ A B C D E مثلث انبساطی X. A B C D E A B C X A B C D E. به هر حال اینجا تموم شده.
A B C D E F و G. حالا F کجا تموم شده؟ همین کف تمومه. کف تمومه و رفتیم تو جی. یه دونه ببینیم ماکس تایم یک لک، دو لک، سه لک. این ماکس تایم جیه که اگر روی این کف تموم شده باشه ماکس تایمش اینجا تموم شده، یعنی ما دیگه سقفی نخواهیم داشت و تو همین سقف رو زدیم و باید بیایم چی بدیم؟ باید بیایم پسا بدیم. پسایی که میخوایم بدیم چیست؟ اینه. من با نیلی نمیرم که میگه فقط با اف پسا بگیر، با شدیدترین لک پسا رو میسنجم، بعدش با اگر دیگه دیدم حتما دیامتریک بود و هیچ کاری نمیشد کرد میرم با اف میسنجم فقط. یعنی حالا امیدوارم منظورمو گرفته باشید. ولی اگر ماکس تایمش اینجا باشه چطور؟ بگیم یک لک، دو لک و سه لک. هم از اون ور میاد جلو و این میتونه تا اینجا هم کش پیدا کنه. یا بیاد بریزه اینقدر پسا بده یا تا اونجا کش پیدا کنه بازم ادامه داشته بشه. بریم ساختار خود جی رو با هر دو تا حالت در بیاریم، چون من اف خیلی سختم بود بشکافم. اگر از این کف بشورم میگم A و B تموم شده واضحا، 1 2 3 4 5 C پسا دادی. پسای ABC تو دادی به عنوان زی کشیده؟ اصلا نه. این چه کاری بود؟ حتما با اینا مشکل درجه داری. اگر من بخوام بگم A, B, C و X این میشه تازه بخشی از G و بخشی از G حتما با قبلیش مشکل درجه داره. پس باید بگم مثلا A, B, C, X, A, B, C, D, E. افتضاحه. استارت از اینجا میگیرم میشورم 1 2 3 4 5 پسا بی 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 هو هو هو. یه چیزی به ذهنم رسید، ببینم رد میشه یا خیر. رد میشه. راهی جز این نیست. با استارت اینجا چه بادی هم شد. و استارت اینجا میام میگم ما توی یک جی هستیم از اینجا که خود این جی یک ABC رفته بالا و X خورده و مشکل درجه ای هم با F کلی نداره، بخشی از جیه. X رو که خورده اومده همچین حرکتی داره میزنه. A چک چک چک. انبساطی خنثی دو بخش کانال کشی، یک جی که تو تایم فریم 15 مین A B C D E زیگه کشیده F G آخراشه و با اوپن مارکت
احتمالا خواهد ریخت به این اندازه. یا اینه یا اینه. یا اصلا فرض بگیر همه چی غلط. یه سناریو از قبل که داشتم، از اینجا شروع کرده بودم A B C D E میخواستم بریزه، اصلا ستاپ با همین بود. بچه دقت کنید، ستاپ با همین بود. دقت کن، گفتم یا A ببخشید آره، گفتم یا A B C D E بریزه، یا اگر یه ذره بالاتر این E دایمتریک F و G بزنه. اوکی، پس این F و G هنوز پابرجاست بال آلترناتیو. اینجا توی کار ریزشش رو من ترک میکنم. یه ریزش میخوام از الان که فکر نمی کنم سقفم بزنه. یعنی این ستاپی که تو چارج رفته بودم و یه بار فکر کنم توی فیلم ها و استوریای راینو گذاشته بودم، این ستاپ که هنوز استاپ نخورده با استاپ 56 هنوز پابرجاست. من دنبال یک ریزشم، ریزشی که حداقل طلا رو تا سطوح 28-90 بیاره پایین. 28-85 اینا تارگت هم باشه و ترکش کنم ببینم آیا 28-68 زده میشه یا خیر. خیلی نوعی شد و خیلی حرفه‌ایش کردیم. 4 ساعته رو بالا نمیاره، نمیدونم چرا دیلیو بالا میاره. یه چیز کلی هم بهتون بگم عزیزان دل، در مورد کلیت کاری که داریم انجام میدیم. من خود ما توی همین فایننس بالز از این کف توی بای هستیم. اینجا هم اضافه کردیم، من ستاپشو وسط ویدیو حذف کردم و از اینجا بعد دیگه انتظار پایین داشتیم. 3 تا پله پایین گرفتیم، یکی نصفه اومد ریسپیری زد، یکی اصلا نیومد، یه ذره اومد، یکی دیگه کامل اومد و گرفتیمش. اینجا بدون ضرر اومدیم بیرون، بای ها رو هم کم کردیم. اینجا هم کل بای رو اومدیم بیرون و از 28-83 تقریبا بیکاریم رو طلا و الان دوباره برگشتیم با این سناریو. به نظر میاد آخرای طلاست و یه ریزش 2% یا 100 پی پی داشته باشیم روش، یه ذره کمتر از 100 پیپ. خیلی شکرم.